در رابطه با نقش شرایط در موفقیت صحبت می داشته باشیم که یکی از موضوعات بسیار مهم است در زندگی ما موفقیت. همه میگیم موفق شویم، همه میگیم در امورات خود، در اهداف خود در زندگی باید موفق باشیم. این که چگونه موفق باشیم راه و روش داره، راهکار داره که باید موفق باشیم. انشالله روی موضوع صحبت میکنیم با حسن جان افضلی، مدرس فن بیان و همچنان مؤلف کتاب در مورد نقش شرایط در موفقیت. سلام، خسته نباشین، صبحتان بخیر، خیلی خوش آمدید. به نام خدا، تشکر. خدمت شما آقای عباسی و خدمت همه بیننده های ما سلام. تشکر. سلامت باشین. آقای افضلی، بیاین روی موضوع میایم. همه ما میخوایم موفق باشیم، اما ای که چگونه موفق باشیم نمیدونیم. قبل از اینکه روی نقش شرایط در موفقیت بریم بحث داشته باشیم، بیاین بدانیم در رابطه با موفقیت. موفقیت عبارت از رسیدن به هدف و برای هر کس شاید تعریف موفقیت متفاوت باشد. دقیقاً. مثلا برای شما که در نقش گرداننده فعلا عمل میکنین، شاید گردانندگی یک برنامه بسیار مهم با حضور یک مهمان بسیار مهم موفقیت باشد. دقیقاً. و از نظر یک نجار ساختن بهترین دروازه و دریچه شاید موفقیت باشد و از نظر یک تاجر بستن قراردادهای مهم و تجارت‌های بزرگ موفقیت هست. موفقیت ربط به این موضوع دارد که هدف ما چیه در زندگی و زمانی که ما به هدف ما دست پیدا میکنیم و به دستاوردی میرسیم مرتبط به هدف ما، بحث موفقیت است اینجا. خیلی خوب، میایم روی نکته اصلی که کلیدی است که به نقش شرایط در موفقیت. چقدر شرایط نقش داره در موفقیت ما که ما موفق شویم؟ بدون شک شرایط تاثیرات خاص خود را داره، اما موفقیت یک سری قانون‌های جداگانه شرایط داره که ما نمیتونیم شرایط بهانه بگیریم. مثلا اگر یک شخص بیاید بهانه بگیره که در افغانستان متولد شدیم، اینجا امکانات فراهم نیست و اینجا زمینه‌ها فراهم نیست و من نمیتونم به موفقیت برسم، این بیشتر یک بهانه هست و یک دلیل منطقی. شرایط در کل خیلی مهمه، یعنی اگر شرایط بهتر باشه زمینه ورود ما به موفقیت، سرعت رسیدن ما به موفقیت بیشتره. اما شرایط تعیین کننده اصلی رسیدن به موفقیت نیست. آقای میشل فوکو یک انسان خردمند هست. آقای فوکو یک تعریف داره از انسان‌هایی که در جهان سوم زندگی میکنن. آقای فوکو بیان میکنه که کشورهای جهان سوم، کشورهای مثل کشور ما، میگه اینا مردمانی هستند که در آرزوی آمدن یک روز خوب هستن، نه آوردن یک روز خوب. آقای عباسی، موفقیت خود به خود آمدنی نیست، بلکه ما برای رسیدن به موفقیت باید تلاش کنیم. مثلا اگر یک فردی در بهترین کشور جهان مثلا ژاپن یا آمریکا یا چین زندگی کنه، شرایط خیلی خوبه، دولت خدمات خیلی خوب داره، اما اگر تلاش نکنه در همون کشور هم با موفقیت رسیدن نمیتونه، ولو که شرایط بسیار خوب داره. ما مثلا امروز برخی آدم ها را، برخی شخصیت ها را، برخی جوان ها و هموطن های ما یک مقدار ناامیده، مثلا شرایط بهانه میگیره، مثلا وضعیت فعلی وطن بهانه میگیره و تلاش نمیکنه. ما بر این باور هستم انسانی که تلاش کنه در هر شرایطی که باشه به موفقیت میرسه. مثلا شما پیامبر اسلام را به تاریخ کارکردهاش نظر بندازین، در یک شرایط بسیار ضیق، در یک شرایط بسیار دشوار مبارزات دینی و ایدئولوژی دینی خود آغاز میکنه و در نهایت به دستاورد خیلی خاص میرسه. مثلا شما آقای کسی که در زندان بود، آقای ماندلا در نظر بگیرید. آقای ماندلا مبارزات خود از زندان آغاز میکنه، یعنی از زندان برای رسیدن به هدفش تلاش میکنه. و شما مثلا آقای محمد رضا احمدی هموطن ما موتر ساخته، او هم دقیقاً در همین شرایط افغانستان زندگی میکنه و هموطن دیگر ما که مثلا از دولت شکایت میکنه، از زمین شکایت میکنه، از فضا، از همه چی شکایت میکنه که در افغانستان شرایط خرابه، ما نمیتونیم با موفقیت برسیم، او هم در افغانستان زندگی میکنه. بنابراین شرایط خیلی مهمه، یعنی ما اصلا شرایط نادیده گرفتن نمیتونیم. اگر شرایط وطن ما مثلا خوبتر باشه، زمینه ورود و سرعت رسیدن به موفقیت ما بیشتره. اما انسان‌هایی هم هستن که در بدترین شرایط اونها نتیجه میگیره، تلاش میکنه. ما باورمند هستم که اگر ما نتونیم در وطن خود ما مثلا در افغانستان به دستاورد برسیم، به موفقیت برسیم، ولو که شرایطش نسبت به کشورهای دیگه یک مقدار سخته، اگر مثلا ما
فرض که یک آدمی بدرد نخور، یک آدمی غیر توانمنده، معذرت میخوام، یک گدار مثلا اگر ما انتقال بدیم از مثلا زیر یک پول به آمریکا، او گدا دستاورد علمی نمیتونه داشته باشه، چون که در وطن خودش هم اصلا کسی خاصی نبوده. بنابراین در جنبندی بخش اول گفتم میتونم که شرایط خیلی مهمه، اما شرایط تعیین کننده مسئله موفقیت نیست. ما با در نظر داشته هر شرایط و تلاش و پشت کار خود ما میتونیم به موفقیت برسیم. یعنی خود ما میتونیم فضای یا شرایط را به خاطر موفقیت خود ایجاد بکنیم. بله. یک موضوعی که خیلی مهم است، یک موضوعی که شما هم آگاهی دارین، کسایی که مکتب خواندن، در مکتب ما با اولین کلمات یا اولین جملات که آشنا میشویم، بابا نان آورد یا پدر نان آورد، آب داد، با این چیز آشنا میشیم. ولی که در کشورهای دیگه پیشرفته اولین جملاتی که آشنا میشه من میتوانم یا من باید بتوانم، من موفق میشم. بله. اولین جملات انگیزشی میباشه. از ما همی تمام موارد زندگی خود را به گردن پدر یا به گردن بابا مندازیم تا آخر عمر دست ما برای بابا دراز است که بابا کار بکنه و ما هم بار دوش باشیم. بله. یعنی فرهنگ سازی یا فرهنگ چقدر نقش داره روی ای که ما موفق شویم. نکته خیلی خوب رو شما اشاره کردین. چین، ژاپن، آمریکا، فنلاند، اینا کشورهایی است که بهترین سیستم آموزشی در سطح جهان داره. در خیلی کتاب‌های از این سیستم آموزشی ها روزای اول که اینا درس میخوانن ما میتوانیم، ما میسازیم، ما توانمند هستیم، من میتوانم. و امور رقمی که شما اشاره کردین، مثلا از دوران مکتب میگه خیشت اول گردنهد معمار کش تا سرایا میرود دیوار کش. از امو دوران مکتب فکر ما میره طرف خوردن، مثلا بابا نان آورد، مثلا لالا در لغمان لبلبو میکارد. این از همون دوران ابتدایی فکر ما میره طرف همون خوردن و نوشیدن. همین که باید کار بابا بکنه و ما هیچ کار نکنیم. بابا بنده خدا تا 70 سالگی نان میره و آب میره، اما 8 آدم دیگه در خانه سیرم نمیشه و اینا هم تشنگیشون هم رفت نمیشه. برای رسیدن به موفقیت نکته خیلی اساسی که شما اشاره کردین بحث استقلالیت آقای عباسی. ای که ما خود ما در هر خانواده‌ای که زندگی میکنیم، مثلا اگر 8 نفر هستیم، دست به دست هم بدیم تا ما بتونیم استقلالیت خانواده رو حفظ کنیم. مثلا شما امروز در نظر بگیر ثروت و اقتصاد جهان در دست مسیحی های، بخصوص در دست غربی های. غربی ها چرا از نگاه اقتصادی رشدی بیشتر دارن؟ به خاطری که وقتی مثلا 8 نفر در یک خانواده هست، یعنی 8 نفر به اندازه توانشان کار میکنن. این 8 نفر به اندازه توانشان زحمت میکشه. مثلا ما در افغانستان داریم پدر 12 سال مخارج مکتب ما رو پرداخت میکنه، 4 سال دوره لیسانس هم پرداخت میکنه، 2 سال ماستری هم پرداخت میکنه. ما سند ماستری میگیریم تا هنوز باز میم جیب خرجی را از پدر میگیریم. ما باید این فرهنگ سازی رو کنیم آقای عباسی که هر کس باید امو مشکلات خود به نحوی حل کنه. هر کس باید امو استقلالیت خود داشته باشه به نحوی و در اون صورت ما میتونیم خانواده بهتر داشته باشیم. فکر کنن در وضعیتی که امروز مثلا کشور ما از نگاه اقتصادی به سر میبرن نسبت به خیلی کشورهای جهان، آمار اقتصادی ما پایینتر هست، میزان فقر اینجا بالاتر هست و تعداد آدم‌هایی که با سوء تغذیه دست پنجه نرم میکنن بیشتر هست. فکر کنن که اگر ما مثلا تمام مسئولیت بندازیم به گردن پدر، یعنی واقعا سخته در شرایط امروزی. بنابراین باید فرهنگ سازی کنیم، یعنی استقلالیت یاد بگیریم. مثلا خیلی خوب هست که در کنار از اینکه ما مکتب میخوانیم مثلا خیاطی هم یاد بگیریم، این خیلی خوب هست. مثلا یک سلمان باشیم، خیلی خوب هست. حداقل ما پول کردیت، مثلا پول قلم، مثلا پول اینترنت و غیره موارد میتونیم مثلا بکشیم. مثلا ما یک داستان خیلی کوتاه از زندگی خودم قصه کنم. ما همزمانی که مثلا هم درس میخواندم، ما کردیت میتیو میکردم، ماسک سودا میکردم، تخم مرغ همچنان سودا میکردم. یک داستان خیلی جالب و کوتاه خدمت شما عرض کنم. ما در یک روز زمستانی که برف هم کم کم در حال باریدن بود و روی زمین برف گرفته بود، او زمان در کابل تخم مرغ 6 افغانی بود. ما 6 افغانی می‌خریدیم و 6.5 افغانی می‌فروختیم. بعد من پایم لغشید و پریدم، برچی سرای پول خوش. بعد اونجا پریدم آقای عباسی، من 6 دانه تخم مرغ معده شد. یعنی بزرگترین تاوان زندگیم اونجا بود. من 6 دانه تخم مرغ معده شد، نیم افغانی در بدل هر تخم مرغ من فایده میگرفتم، 3 افغانی فایدهش میشد، 6 ضرب 6 36. من 36 افغانی امروز ضرر کردم. یعنی بزرگترین تاوان زندگیم. بعد همزمان که مثلا من درس میخوندم تا ساعت 10 شب، بعد از ساعت 10 شب مثلا میرفتم هتل ها رو مثلا پاک میکردم.
در قبالش مثلا 50 افغانی 40 افغانی دریافت میکردم و این به نظر من بسیار خوب است که ما استقلالیت خود ما رو مثلا حفظ کنیم و بتونیم که حداقل مشکلات، یا مثلا فکر کنین بر خانواده ها هستن بچه هاشون حمایت مالی کردن نمیتونن برای اصلا با موفقیت، برای تحصیلات، برای مثلا تعلیم و تربیت. خب اینجا دو راه حل وجود داره. یکی ای که در کنار تعلیم و تحصیل خود شخص هم برو کار کنه، هم بیا درس بخونه، یکی اصلا قید درس بزنه. کدامش بهتره؟ بدون شک وقتی که ما به کشورهای جهان اول که از نگاه اقتصادی حرف اول دوم سوم میزنن نگاه میکنیم، اینا هر کدامشون زحمت میکشن، هر کدامشون کار میکنن، هر کدامشون یک درآمد ناچیز دارن. نکته خیلی خوبی که شما اشاره کردین بحث استقلالیت، هم در سطح فردی هم در سطح ملی. در سطح ملی مثلا چقدر خوبه که ما محصولات داخلی خود استفاده کنیم، از تولیدات داخلی خود مثلا استفاده کنیم. در سطح فردی چقدر خوبه که هر کدام مشکلات خود حل کنیم. ببین آقای عباسی، وطن مشکل نداره، آب و هوا مشکل نداره، کوه ها مشکل نداره، مشکل از آدم هایی است که در وطن زندگی میکنن. مثلا اگر ما بتونم مشکلات خود حل کنم، آدم خوب باشم، به شما مزاحمت نکنم و شما مشکلات خود حل کنی به یکی مزاحمت نکنی و دیگر مشکل خود حل کنه به دیگر مزاحمت نکنه، بعد در اینجا ما 40 میلیون انسان خوب داریم. جهان سوم بر اساس چی تعیین میشه؟ بر اساس آب و هوا نه، بر اساس جغرافیا نه، بلکه بر اساس توانایی آدم هایی که اونجا زندگی میکنن مشخص میشه. بنابراین اگر هر هموطن ما بتونه مشکلات شخصی خود حل کنه و بتونه استقلالیت فردی داشته باشه، ما 40 میلیون انسان مستقل داریم. ما یک سرزمین، یک ملت انسان مستقل داریم در حقیقت. بنابراین خیلی خوبه که در بحث موفقیت ما استقلال فردی را سرلوحه کار خود قرار بدیم. چرا بخوایم تکیه کنیم؟ مثلا اصلا تکیه کردن کار اشتباهه. مثلا ما به یکی تکیه میکنم تا ما حمایت کنه، نفری که به او تکیه میکنه او هم به اندازه کافی مشکل داره، چون هم هر انسان خدا میگه هر انسان به اندازه توانش یک سری مشکلات داره، دستاوردها داره. من تکیه کنم یک روز اون آدم خسته میشه، به محض که تکیه من خسته شد پرید، من میپرم. بنابراین استقلالیت یکی از راههای خیلی اساسی و مهم در راه رسیدن به موفقیت انسان. خیلی خوب، خیلی گپای جالب است از زندگی خودتان قصه کردین. واقعا سختی ها را تا نکشی راحتی ها را نمیبینی، پشت هر تاریکی روشنی می باشه. بله. شما افتخار ما هستن. خیلی سپاسمند جوانایی هستم که جسورانه و جوان مردانه کار میکنن، زندگی خود را در کنار از اینکه به خود یک آیدمی داشته باشن به فامیل خودم داشته می باشن. من سپاسگزار شما هستم. زنده باشین. بیاین افضلی صاحب در رابطه با این هم بدانیم که کیها نقش مستقیم را روی موفقیت در زندگی ما داره، کیها میتونن سپورت یا حمایت ما را کنن. اولین شخصی که میتونه ما را خیلی اساسی حمایت کنه، اول که ما سپاسگزار خداوند متعال هستیم که برای ما فرصت زندگی را داده و فرصت بود و باش در وطن داده. بعد خانواده به عنوان یک جامعه کوچک، پدر و مادر به عنوان معلم های اساسی یک فرد نقش خیلی عمده را داره. آقای عباسی میگه انسان در زندگی مانند چند چیز میشه. یک، انسان هایی که در دور و برش هست. میگه اگر شما با عقاب ها بگردی پرواز کردن یاد میگیری، اگر با مرغ ها بگردیم قدقد کردن یاد میگیریم. پس در نکته اول به شدت ما مواظب آدم هایی که در دور و بر ما هست باشیم. از قدیم یک ضرب مثل دارم در زبان فارسی که میگه با ما نشینی ما شوی، با دگ نشینی سیاه شوی. بنابراین اول آدم های دور و بر ما در راه رسیدن به موفقیت ما خیلی تاثیر داره. یک، آدم هایی که در دور و بر ماست، خانواده، رفیقا و دوستان ما. حضرت علی میگه مواظب دوستان و آدم هایی که در اطراف شما هستن باشین، چرا که از طریق آدم های اطراف شما بالای شما حکم میشه. مثلا ما در تاریخ کسی را نداریم که با آدم های بیجا گشته باشه و به جای خوب رسیده باشه، نداریم همچین چیز را. اما خیلی موردهایی را داریم که یک آدمی که در راه درست روان نبوده با یک تعداد آدم های گشته که اونا در راه درست روان بوده، بالاخره اینا با اونا ملحق شده. یک مسئله دوم، انسان مانند کتاب هایی که میشه که میخوانه، نقش مطالعه و تغذیه فکری به عنوان ورودی های برای مغز و شخصیت انسان بسیار تاثیر داره. بنابراین دومین چیزی که روی موفقیت انسان تاثیر داره بحث ورودی های ما، یعنی که ما چی چیز را میخوانیم مطالعه میکنیم. بحث سوم چیزهایی است که ما میشنویم، مثلا صوت هایی که گوش میدیم، تلویزیونی که گوش میدیم. آیا ما پای تلویزیون میشینیم عمر ما رو در سریال دیدن سپری میکنیم یا در سخنرانی دیدن یا در یک بحث علمی
علمی یا در یک مباحثه علمی. این خیلی مهمه. بنابراین آدم هایی که ما ملاقات میکنیم، صوت هایی که میشنویم، کتاب هایی که میخوانیم، جامعه‌ای که زندگی میکنیم، اینا خیلی روی رسیدن ما به موفقیت نقش داره. از جمله شما در مورد انسان ها اشاره کردین، خانواده ما میتونه که گزینه خیلی خوب و سکوی خیلی خوب برای پرتاب ما به سمت موفقیت باشه. آدم ها، معلم های ما مثلا زیر اندیشه هایی که ما قرار میگیریم، اینا میتونه خیلی نقش داشته باشه. رفیق های ما و دوست های ما، اینا میتونن نقش خیلی خوبی در راه رسیدن به موفقیت ما داشته باشه. اما با در نظر داشته از او، مثلا یک هموطن ما در یک ولایت دوردست زندگی میکنه، اون میگه برای من زمینه معلمی خوب فراهم نیست، خانواده مثلا سواد نداره متاسفانه، مثلا میگه ما با خیلی چیزا دسترسی نداریم. آیا مثلا میشه که ما با در نظر داشته از اونا بازم با موفقیت برسیم؟ آقای عباسی، ما در تاریخ خیلی آدم‌هایی را داریم که در خانواده محدود متولد شده، امکانات خاص نداشته، در دورترین نقطه وطنش زندگی میکرده، اما به دستاوردهای خیلی عالی در زندگیش رسیده. بنابراین میخوایم در آخر این بخش و سوال شما اشاره کنیم که کمبودی امکانات هم بهانه برای رسیدن به موفقیت ما نشه که یک زمان مثلا ما بهانه کنیم در افغانستان امکانات کم، مثلا ما در دوردست ولایت بدخشان زندگی میکنیم، ما نمیتونیم به موفقیت برسیم. پیامبر از شبه جزیره عربستان در یک جامعه سیاه خود معرفی میکنه، رشد میکنه و رهبر 1 میلیارد و چند صد هزار انسان در سطح جهان میشه. خیلی خوب. افضلی صاحب، روی موضوعات صحبت کردین که رفیق یا کسی که همراهمان می باشه، کسی که در کنار ما می باشه، از خانواده گرفتین کسایی که ما سر و کار داریم زیادتر نقش داشته می باشه. ولی ایده هستن که شما گفتین باید وقت با باز بگرده پرواز را یاد میگیره. بله. با کسایی که اونا انگیزه ندارن، با اونا هم نشست برخاست داشته باشیم؟ به کدام هدف؟ اینجا بستگی داره ضرورت هست به هدف ما. مثلا ما یک معلم موفقیت فردی هستم، اگر ما برون با اونا بگردم شاید هدف می باشه که بتونیم یک تغییرات در اونا ایجاد کنیم. این رسالت ماست. بله، این وظیفه ما هست، چون در زمینه مثلا تحقیقات کردیم، در زمینه مثلا تحصیل کردیم و درس خواندیم. اما اگر یک نفری بره با اونا بگردن، نشه که یک زمان او تاثیر بگذاره روی از یادم و باز ایران به انگیزه کنه. مثلا ما یک تجربه خود بر شما قصه میکنم. یک از پدرها آمد مشورت گرفت، گفت که بچه من سیگار میزنه، چیکار کنیم رو ترک کنه. بعد یک مقدار صحبت داشتیم، در آخر خودی همین پدر به این نتیجه رسید، گفت من یک دوستش هست آدم خیلی خوبه، او رو میگم با این بگرده تا بتونه مثلا سر از این تاثیر بگذاره و سیگار ترک کنه. اتفاق جالب اینجا بود که به حد اعتماد به نفس از اون نفر خوب بود که نه تنها این دوستش نتونست سیگار کشیدن از دور سرش ترک کنه، بلکه تاثیر مونده به سر دوستش هم پسانا مثلا از اون سیگار استفاده میکرد. بستگی داره ما با چه آدم کم انگیزه‌ای میگردیم. اگر ما میتونیم به او تغییرات ایجاد کنیم، امر به معروف به معنی یک دادن یک ایده خیلی خوب برای او داشته باشیم، بتونیم یک تحرک در او ایجاد کنیم که خیلی خوب. اما ما میتونیم به عنوان یک انسان رسالت خود ادا کنیم، مثلا ایده‌ای که داریم، ذهنیتی که داریم، مثلا چیز خوبی که داریم برش یاد بدیم. اگر قابل تغییر باشه خیلی خوبه، پس اینجا ما تونستیم یک نفر دیگر هم در کنار خود ما فعال کنیم. بسیار عالی، بسیار عالی. بیاین به خاطر محو دلسردی ها و همچنان آوردن دلگرمی ها به خاطر تحقق اهدافمان که با موفقیت دست پیدا بکنیم راهکارها را بدانیم. خب، اولین راهکار برای رسیدن به موفقیت در نظرگیری یک هدف مشخص در زندگی. آقای عباسی، برخی مثلا آدم ها شاید شکایت کنه که اگر در فلان کشور می بودم من میتونستم به موفقیت برسم، اگر در دوران فلان حکومت بودم من میتونستم به موفقیت برسم. من یک سوال پرسان میکنم از هموطن های ما از در رشته تلویزیون ملی، میگم مثلا کدام برنامه مشخصه شما دنبال میکردی که با مثلا تغییر شرایط زمینه رسیدن به او سخت شده؟ ببینین، یک راننده‌ای بود در سطح جهان مقام اول کسب کرد. از او پرسان کرد که شما چگونه تونستی مقام اول بگیری؟ گفت راز موفقیتم در این بود زمانی که دیگه موتروانا بریک میگرفت من گاز میدادم. ببینین مثلا امروز شاید تعدادی از هموطنهای ما مثلا یک مقدار مثلا سردرگمی اینا خلق شده باشه مثلا برای خواهرای اینا، اما راههای وجود داره مثلا که ما میتونیم فرداً تلاش کنیم. مثلا مطالعه وجود داره، مثلا یادگیری مهارت وجود داره که ما گفتیم اینا برای استقلالیت مالی چقدر خوب است. بنابراین اولین نکته در نظرگیری هدف مشخص. یک دانشمند است آقای عباسی میگه اگر ما ندانیم به کجا برویم به جای هم نخواهیم رفت.
زمانی که ما در زندگی یک هدف مشخص نداشته باشیم، یک چشم انداز مشخص نداشته باشیم، پس اینجا راه ما سردرگم. مثلا ما با شما از استودیوی تلویزیون ملی مثلا بیرون میشیم، اما نمیدونیم که به کجا بریم. اینجا ما سردرگمیم، وقت ما ضایع میشه، انرژی ما ضایع میشه و حتی توانمندی هایی که ما داریم روز به روز ضایع میشه. بنابراین اولین راهکار برای رسیدن به موفقیت در نظرگیری یک رسالت مشخصه. در زندگی ما میخوایم چیکار انجام بدیم؟ آیا ما میخوایم مثل آقای رونالدو و مسی بهترین فوتبالیست باشیم؟ میخوایم مثل آقای عبدالکبیر حیدری قاری برجسته باشیم؟ میخوایم مثل فلان انسان یک مثلا گرداننده خیلی خوب باشیم؟ میخوایم مثلا یک سیاستمدار خوب باشیم؟ میخوایم یک روانشناس خوب باشیم؟ میخوایم یک خیاط خوب باشیم؟ میخوایم مثلا یک نجار خوب باشیم؟ اولین نکته ای است که ما تعیین کنیم که ما میخوایم در زندگی به چی دستاورد برسیم. نکته دوم برنامه‌ریزیه. ببینید اگر ما بهترین هدف داشته باشیم، بهترین فکر، بهترین ذهنیت داشته باشیم، اما برنامه‌ریزی نداشته باشیم، اقدام عملی نداشته باشیم، بازم به جایی نمیرسه. یک دانشمند هست، ایشان میفرماید که جهان پر است از ترسوهای خوشفکر. یعنی برخی آدم هاست که ایده های خیلی خوب دارن، اما جرأت عملی کردن ایده ها رو در زندگیشان ندارن. نکته دومی که در راه رسیدن به موفقیت ما خیلی برای ما کمک میکنه بحث برنامه‌ریزیه. مثلا شما دوست داشتی گرداننده خوب شوی، رفت مثلا تحصیلات کردی در زمینه، مثلا تلاش کردی، روابط برقرار کردی، مثلا سر خود شما کار کردی، تمرینات انجام دادی، مثلا شبیه سازی کردی، پیش روی موبایل مثلا تمرین کردی، تا امروز شده گرداننده موفق در بهترین تلویزیون افغانستان مثلا شما کار میکنی. بنابراین دومین نکته بحث برنامه‌ریزیه. نکته آخر که اگر به صورت عمومی بیان کنیم بحث پشتکار و ثابت قدمیه. اما یک شعر هست میگه رهروان نیست گهی تند و گهی خسته رود، رهروان است که آهسته و پیوسته رسد. رسیدن به موفقیت یک مقدار صبر میخواد آقای عباسی، که ما همون صبر مورد نیاز داشته باشیم. مثلا شما یک گندم کشت میکنی، در روز اگر 3 بار نمی گندم را مثلا آبم بدی، او پیش از زمان مشخصش حاصل نمیده، تازه شاید مثلا آفت هم بزنه. بنابراین نکته سوم پشتکاره که ما حداقل صبر داشته باشیم، ثابت قدم باشیم و به گفته آقای دارین هاردی به اثر مرکب این زحمت های خرد ما ترکیب میشه و در آخر ما میتونیم به موفقیت بزرگتر برسیم. بخیخن خیلی حرفای خوب زدین، حرفای خوب از شما شنیدیم. آقای افضلی بیاین در رابطه با توصیه شما بشنویم، توصیه پیامتون داخل داشته باشین. ما دو نوع انسان داریم برای رسیدن موفقیت در آخر آقای عباسی. یک انسانی که حالا ما در سمینارهایی که برگزار میکنم ایرا در قالب یک شعر میخونم. یک مثلا شاعر هست او میگه سر راحت بشینم تا بیایی. یعنی او خودش حوصله تلاش، حوصله زحمت نداره، او فقط علاقمند موفقیت، فقط میخواد سر راه موفقیت بشینه، موفقیت که آمد این موفقیت بگیره. بعد فرد دوم فرد عملگرایی، این میگه به دنبالت بیایم تا بیابم. وطن هیچ زمانی خوب شدنی نیست، بلکه خوبی وطن آوردنیه. همه ما دست به دست هم بدیم تا خوبی رو برای وطن بیاریم، منتظر روزی خوب نشینیم. روزی خوب آمدنی نیست، بلکه روزی خوب آوردنیه. ما کسی باشیم که به دنبال موفقیت حرکت کنیم. موفقیت و خوشبختی و پیشرفت هیچ وقت به سمت انسان حرکت نمیکنه. انسان باید حرکت کنه به دستاورد برسه، به امید روزی که همه هموطنهای ما سواد خواندن نوشتن داشته باشد و ما یک ملت آگاه داشته باشیم. ان شاء الله. خیلی سپاسگزار هستم حسن افضلی، مدرس فن بیان و مؤلف کتاب، که در برنامه در رابطه با نقش شرایط در موفقیت صحبت‌های داشتیم. تشکر از حضورتان. تشکر از شما.